فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده پرسن ببخشید روزه بدون سحری درسته؟ ولی هیچ اشکالی نداره اگر کسی روزه مثلا نتونه سحری رو بخوره بعد از روزه بگیره روزش درسته و نخوردن سحری بهانه و عذر شرعی نیست که انسان روزه رو ترک بکنه چون که من سحری نخوردم پس بنابراین فردا نباید روزه بگیرم یا اگر روزه بگیرم روزم درست نیست. خیر، سحری خوردن در صحت روزه فرداش هیچ گونه تأثیری رو نداره که به خاطر سحری روزش صحیح باشد یا اینکه بگیم که به اصطلاح نادرست باشه. روزه درسته چه سحری بخورد یا اینکه نخورد. اما تشویق شده به سحری خوردن. بله، این جزء برکات هست. رسول الله صلی الله علیه و آله تاکید کرده که تسحر و سحری بخوره زیرا که در سحری برکت هست ولو اینکه انسان یک لیوان آب هم بخوره. بله.